والفرقان. وقتی اینها را شیطان پرسان کرد گفت پروردگارا فما کتابی، وقتی مرا تا به قیامت مهلت میدی کو کتاب من، کو رسولان من، کجاست آن آل و اسبابی که من هم از اونها کار بگیرم نسبت به گمراهی انسانها؟ فما کتابی، کتاب من کجاست؟ قال کتابک الوشم. خدای تبارک به تعالی میگه ای شیطان، ای ابلیس، کتاب تو خالکوبی است، کسانی که خالکوبی میکنن. و بعد و قراءتک الشعر، کسانی که اشعار لهو و لعب به زبان میآورن، این قرائت توست که برای اونها تلاوت میکنی. و رسولک الکهانه، پیامبران تو فالبین ها هستند، جادوگرها هستند. کسانی که سحر و جادو میکنن اینها پیامبران و فرستاده های شیطان در روح زمین می باشند. و طعامک ما لم یذکر اسم الله علی، و طعامت ای شیطان، طعامی است که بر او طعام ذکر پروردگار عالم نباشد. چون در روایات داریم در ابتدای غذا اگر کسی بگوید بسم الله الرحمن الرحیم و در پایان غذا بگوید الحمدلله، امید است که خدای تبارک و تعالی از این خوردن غذا از او پرسان نشود. اول بسم الله، آخرش الحمدلله. و شرابک کل مسکر، نوشیدنی های تو هر چیز مست کننده است، یعنی شراب به غیر هر آنچه دیگری که باشد. و صدقک الکذب، راستگویی تو ای شیطان دروغ هست، وظیفه تو دروغ گفتن هست. و بیتک الحمام، خانه تو حمام هست، حمام خانه شیطان. و مصایدک النساء، شکارگاه تو یعنی دامهای فریبنده تو النساء، زنها هستند. و مؤذنک، مؤذن تو، الله اکبر، مؤذن خدا کو کسی که صدا می کند حی علی الصلاح حی علی الفلاح. مؤذن تو کیست؟ و مؤذنک المزمار، مؤذن تو آله و اسباب موسیقی هست، صدا می کند. اخیرش می فرماید و مسجدک، مسجد شیطان کجا هست؟ الاسواق، بازارها، جای چم و فریب و حیله و سود و بالآخره و غیره و غیره. این حدیث قدسی هست که در اینجا ذکر شد مؤذن شیطان، یعنی صدا کننده. به چه وسیله شیطان صدا می کند پیروان خود را؟ المزمار، به ساز و موسیقی و به اینها.